سیاسی جواب قاطع نمیدیم یا میترسیم یا درویه هستیم. تارشناسی و دیگر قربانشون کردن که تو دروغ میگوی، ضد خدا و میکنی. ماشین های برقی در باغ‌های فرهنگی و فراغتی باغ‌ها و فراغتی هم کردیم که مردم قدم زنن سلامتیشون نقص کنن همتر خراب شود. فخر از آن دارم که تاجیک زاده ام، از قبیله مردمی آزاده ام. فخر از آن دارم که بین انجمن حرف گویم با زبان تاجیکی. همچنین عضو وابسته اکادمی خرد علم‌های جمهوری تاجیکستان برنده استیپندیای پرزنتی و گیرنده استیپندیای رئیس شهر دوشنبه میباشم. ما همه این دستاوردهایمان را نتیجه سیاست عاقلانه، زحمت و تلاش‌ها و دستور و هدایت‌های پدرانه شما پیشوای معظم ملت می‌دانیم. تشکر زیاد جناب عالی. سلامت باشید. نازم دختر جان، شما کادروی زمان استقلالیت اما همین کار زحمتایی که ما وای کشیدیم سازیم برای شما نسل جوان امروزه نورسان برای شما است. شما باید علم آموزید، کسب هنر آموزید، خود دانشور شوید، آینده دولت را صاحبی کنید، بنیاد کنید، سازید. موفقیت نه است وای خون، نه است. پیشنهادهای شما را با اینابت میگیریم. من آفرین میگم به شما بانو. میدونید سیاستی روبروی دولت نسبت به دستگیری به بانوان، دختران بالای آخر، صاحب استعداد، زنان چگونه است. ما دستگیری میکنیم مثلا در ساحه علم. حاضر دیروز پارلمان بود 32 نفر از 63 32 نفر عالمان بودند. پارلمانت کسبی بسیار سطحی بالا 15 نفر بانوا بودند. از انتخاباتی گذشته بیشتر. پیشنهاد کن خطی پیشنهاد ما حتما با اینابت میگیریم تا توانیم ما دستگیری میکنیم. برای همین جمع اومدیم. سلامت باشید. تشکر. پیشو باروهمونان از توجهتون منتپذیرم. سلامت باشید. خب پیشنهادات قبول ما میآموزیم. لیکن برادر عزیز حاضر من اشاره کردم در سخنرانی. ما شاید خوابیم محلی بسیار پرقیمت داریم. آلومینی تازه. آلومینی برای بعضا نمودهای اسباب و تکنولوژی ساحه تیپ استفاده برده یک قدم ممکن. ما قریب 50-60 هزار کد داریم در مملکت. همش از خارج میریم. حالا که وای ما آلومینی است در داخل وای کردن ممکن است که هر رخت خواب ما حل کردیم. کرسی های مکتبی و دیگر را حل کردیم. چاپ کتاب را برآوردیم. یکم با نوبت این رسیدم مونده که در داخل ما خودمون داریم اشیاء خواب. با دستگیری میکنیم. فعال باشید. تشکر جناب. سلامت باشید. شما بایتار هستید؟ بله محترم. عنوان علمیتان چی است؟ نوزد علم‌های وترینری. نوزد علم‌های وترینری. در استحصالات کار کردید؟ بله محترم جناب عالی. کجا در سر دکتری حیوانات بود؟ دکتری در وقتی که خوجگی فعالیت میکردم در فرم رقم یکی جماعت دهوتی ضربدار شهر کلوب فعالیت کردم و در جماعتی در یک دههای دیگر فرمای دیگر که فعالیت میکردم اونجا کار کردم محترم جناب. همچون دکتری تیبی بیتوری. مثلا واکسین ها کار کنید، علمای جوان کار کنید، تجربه داری کار کنید. سلامت باشید. معفو شد. ماشین های برقی در باغ‌های فرهنگی و فراغتی باغ‌ها و فراغتی هم کردیم که مردم قدم زنن سلامتیشون نقص کنن همتر خراب شود. باغ برای سلامتی انسان حالی بگویم پرابلم وزیر تندرستی در اینجا هست. پرابلم در جمهوری تاجیکستان کسل دیگر این چیزا که باید دیابت قلب مسئله کسری بیتونی دیل قلب یا اعصابی فربهی میشد فربهی راه نمیگردیم. این برای بهتر کردن سلامتی است. با دوای تازه گرفتن است. خون کار میکنه در حرکت میکنه اسپرین نمیشه. قدم زنید حرکت کنید نشینی خانه ده همه را ماشین چه که بکنیم در خانه ماشین در اینجا ماشین. بله من میدونم
برای هستن بعضا موقع هست برای آدمانی معیوب آدمایی که وای هستن هست کم دیگه هست رئیس شهر اینجا گوش کرده است وزیر تندرستی چی است ما ترینکور گوش کرد لبی دوشنبه که از خارج من رئیس شرکتی راه کرده پیروها برای ترینکور وای کردن گشتن درخش نودا سبز کرده است که مردم ما صبح پگاه بیگانی وقتی نیست روزی امروی فرزند داشت علی اولی یا خود رفیق اوقاتی اقلا 1-2-3 کیلومتر قدم زنن چقدر سلامتیتون نقض میشه بله رحمت تشکر فکر پیشنهادی نقض کردید حاضر ما در تخمیوار هم بعضا زیراتو رو آورده ایستادن از مخصوصا مکدون من از این خطی نشان دادن تلویزیون دا وای کردن رکلام کردن واکوم کرده وای میکنن یکی تخمی از امریکا آوردگی اگر نمون وای باشد مودیفیسیری وای باشد باید برای سلامتی انسان بسیار زیاد در فربه کنی و دیگر کنی اما مردم هم میبینیم که هستن از همین مسئولیت درست گفتید حتما ما با این آواد میگیریم میآموزیم شما هم کمک میرسونید لیکن بعضا نمودهای مسئله است پژوهش‌هایی که باید کایها باید اختراع میکردیم در استثمار جاری میکردیم این استثمار نه اونقدر با فکر چیزی وای بود مسئله خلور اینم حاضر اینفکسیون داره در کره که امیرم از خارج میارن ما اشیاء خامش داریم دیگر داریم همخنه اگر در یک شبانه روز علومان انستیتوت شیمیا استحصال گیپوکلوریت ناتری رو برای آموختم مداکور بعد همکاری داشتم مداکور با دیگر اینستیتوت با دیگر دولت ها همکاری بین علومان بین پژوهشگاه باید باشد آموزیم شرط کردم مداکور نیست خودمون نمیتوانیم آموزیم از دیگر را آموزیم اقلا ببینیم ما ببینیم بیاریم وکنیم آخه موفقیت سلامت باشید یاردم کنید بانوارا یاردم کنید دستگیری کنید ذهنشان بسیار پیشرفته است زیرک هستند چکان هستند با این بسیار من همین بانوار روزی بانوار گل زدم تکرارم شد حتی جوان دخترانی در نهای دوردست کوهستان با خواندن آموزش علم دانش بسیار ذوقی بلند دارند بسیار محترم جناب عالی به صفت غالب دور شهری آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من میخواهم چند مصرع از ایجادات خودم بهرتان قرائت نموده باشم مهر وطن مهر تو در سینه‌ام به انتهاست روشنی آفتاب اندر سماست هر کفی خاکی زرنگیزت به چشم دلربا و مهر افزا پر جلاست هر فرازی قله تو با شکوه باغ‌های خرمی تو با صفاست سربلندم میهن بس خاک تو مرزی مردانی بزرگی جان فداست همین شما روحی الهامی تازه بباشید قوت وقتی در داخل کشور با این شهر و نویا سفر میکنم بیشتر جوانان و پیش چند سال پیش خیلی نبود حاضر جوانان بیشتر نه نان میگن نه دیگر نه قیمتی نه قاطی نه دیگر فقط خواندن باید میکنن جناب عالی من خواندن میخواهم یک جان تشکر معلمه دیسواتی پیشنهاداتم پرابلم نیست برعکس بود از زیاد فوند درآشندگان حاضر در دیگر فوندان زیاد از 30,000 دانشجویان جوانان بالای خط در خارج کشور تحصیل کرده ایستند حتما در تحت نظارت میگیرند سلامت باشید پیش سالا این خیلی نبود یعنی کم و بیش علاقه ذوق جوانان با خواندن آموختن کسب و هنر آموختن بیشتر شده ایستاده است زحمت کشیده منفعت ملت منفعت دولت منفعت خلق تاجیکستان از همه منفعت ها بالا گذاره اندیشه کنیم کجا بودن استادای ما شما کجا بودن پدر و مادران بعض ما پیش از اینا چه بابا کلان ما شما کجا بودن بسیاری ها شاید فراموش شدن لیکن آن دانشمند برای چی ما 1100 سالگی دولتداری سامانیان بعدی 1100 سال زنده کردیم برای چی رودکی میگیم برای چی صدرالدین عینی میگیم برای چی میرزا ترسوزاده میگیم
برای چی مولانا میگیم یا که سعدی یا حافظ دیگر یا که دیگر عالمان وقتی زحمت کشیدی یک کاری خیر و ثواب یک کاری که با خودی منفعت مردم است عالم جاویدان است اهل زیاد جاویدان است میماند. بینید حاضر زمزمه میکنند شعرهای یا که از دوره گذشته بگیم از مولانا بیشتر غزل وای میکنند از رودکی از سعدی از حافظ خب از امروزه هم تا زمان حاضره وای میکنند از لایق از بازار از وای میکنند. بینیدون هر وقت نام وای نیست که گرچه که در حیات نیست لیکن وای جاویدان است زنده است در قلب مردم است دوستشون می‌دارند. برای همین هیچگاه من می‌بینم بعضن مریض دیگه تمام ما شرایط امکاناتمون میرسد ما شما را سرپرستی میکنیم نگاه و بین میکنیم در قد کوچه نمیپرتایم تا در سال وزمین ترین من شما را استیپند کردم که شما خارزار نشویتون شما در قد کوچه نمانین محتاج به دیگران نشویتون من علاوه با اکادمیکا عضو وابسته من استیپند معین کردم حاضر همه چی در دست ما و شما رهبر دولت شما را دستگیری میکند. دیده سادتان من از روز اول ساحه علم و معارف بودم چقدر ما مکتبای با ساختن ما در کار این بسنده نیست. اساسی من همین و ملاقات ما همین روزه همین است. بار دیگر همه شما را با فرارسی جشن نوروز بین المللی تبریک و تهنیت میگم. سلامت باشید خوشبخت و آباد کسان می‌آموزم پیشنهاد میکنم با ما فکر بازم پیشنهاد خوبم است در یک جا کردن هر دو تکلیف یک داری یک کردن ممکن است. البته یکی من سوال دارم شما جوان من موضوعی مرا به فکر بسیار نفهمیدم ما چیکار کنیم که کدام راه است اون چیز راهایی که من میفهمیدم با اون درجه که فهمیدم من گفتم چیکار کنیم که ما ذوق نورسان و جوانان با آموزش فنهای طبیعت شناسی ریاضی فنهای دقیق زیاد کنیم. ما چه گفتی رنگ خودت برای یک خودت تنها نباشی 1000 کس باشد 2000 باشد خب یک اکنون ما بگردیم داریم آریمانی در این سام ستارشناس وای داریم این سوتو بازن زیده سنجمان این صاحب فیزیکا با هم خیلی پیشرفته است لیکن ما که نسل جوان وای کردن هستیم چی رو هست با کدام چه کردن ممکن جناب عالی از نگاهی من یک چند راه ها هست. اول آنکه استاتوسی عالم در جامعه وقتی که بلند می شود آنگاه جوانان هم می بینند که یک نفر عالم یک نفر محقق در جامعه آبرو و اعتبار دارد پیروی می کنند ایدئال خود را پیدا می نمایند. پیشنهاد دوم این جانلق نمودنی ترغیب علم و دستاوردهای علمی به این کار مساعدت کرده می توانند تشکیل نمودنی مرکزهای ترغیب علمی در شکل پلانتاریا ها آثارخانه های علمی و نمایشگاه های دستاوردهای علمی معاصر و عالمان جهان. موضوع یکم گفتگی تا اول تربیه کردن مداکار که با اساتی وای برایان با پنج شود یکی حاضر ما زینه پایان ما نداریم با درجه که منو ترک شده ایستادن یکی کم هستن بسنده نیستن قانع کننده نیستن. درباره ذوق نورسا و جوانا میروند چیکار با کدام راه خیلی بعضا راهش با میگم من گفتم برای خودی عالمان با چی راه هست کدام راه هست بعضا فنها در ذوق بچه ها به این یاد بلنده است بله همخنه؟ مکتب میاناخ تحصیل کردی یکی در آموزش فنهای ریاضی خیمیا فیزیکا گیومتری اینا بیولوژی بسیار پست نمیداره ذوق ندارن برای مرکزی تیسی با همین داخلشایی با دانشگاه های تکنولوژی و تکنیکی و این چیزا تکنیکی بینیاد کم نیشه وای کدام مداکار خب پسرم جوان هستین
баъзан ҷавонони мо дигар равияҳоро пеша кардан иса мо дар ҳамин хавотир ҳастем. равияҳои хурофотӣ, радикалӣ, динӣ, ҷаҳолат, ман ҳамин чизош бисёр хатарангез аст. афсӯс. ҷаноби олӣ, маҳз ҳамин ҷаҳонбинии илмӣ, донишҳои техникӣ ва рушди тафаккури техникӣ дар ҷомеа метавонад пеши роҳи ҳамон хуруфотро бале натавонист ки ҷанги шаҳрвандӣ дар тоистон сар зада. анам хурофот гуфтесо ҳам ҳизбу ҳаракатҳои радикалии динӣ зидди пешрафту тараққоти илм аст. албатта мо ташаббуса дар дастмон гирифта вай намекунем. бинед Садриддин Айниро хонанд гасароша чи дар бораи чӣ гуна вай мекарданд ё ки олимони дигари гузаштаи моро хонанд чӣ гуна исбот карданд. ҳаро барои ситорашиносию дигар қурбонашон карданд ки ту дурӯғ мегӯй, зидди худо вай мекунӣ. то рӯзор мегуфтанд ин рӯшноӣ ҳаром аст, қанд ҳаром аст. дар ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ шоҳиданд аксарияти ифротиҳо эълон карданд ки нони маълима омӯзгора хӯрдан ҳаром аст. ин чӣ аст? ҳадаф он аст ки миллата босавод шудан намемонанд. фаҳмидед? аммо баръакс ҳамин мавзӯъ асосаш ҳамин аст. лекин ба илм вай надоранд, техника ва технология вай надоранд. ҳамихел нест ҳамихел аст. ана ба бисёр ҳолат аҳли зиёи мамлакат, олимону донишмандон дидаи даниста ҷавоб намегӯем, ҷавоби қотеъ намедиҳем, ё метарсем ё дуруя ҳастем. дурӯғ аст. афсона қадри давлат пеш намеравад. барои ҳамин аҳли зиёи мамлакат, олимону донишмандон пеш аз ҳама такя барои чи миллат босавод бошад, сатҳи маърифатнокӣ мардума баланд бардошта мондакор роҳу василаҳоша гуфтем аз бохчаи бачаҳо сар карда насли ҷавон наравад. бинед тамоми бадбахтҳои дунё кира истифода мебаранд. анамо ҷавонҳое ки мо таълим кардем аз соли 90, ҳамонҳое ки ҷиҳод кардану муҷоҳид гуфтанд, террорист шуданд, то имрӯза рафта вай дастури ироқ меҷанганд, ҳамин хел мурда вай карда рафта истоданд. аксарияташон мактаб нахонданд, аз мактаб таълим берун монданд ё хонданд, саводи кофӣ надоранд, номашон навишта наметавонанд. фанатизм, илм, мактаб дар роҳбарои шаҳри ноёб дар ин вилоятҳо ҳастем. дар 2 соли оятот соли 30 солагӣ пурра соҳаи маорифа бояд ҳаллу фасл карда модакор раисои шаҳри ноёб вилоятҳо пурра ҳаллу фасл карда модакор намедаретон бисёретон ки ҷавонон наврасон аз мактаб берун намонанд. шароит муҳайё кунем. пеш аз ҳама ғами инсонро хӯрдандакор, ғами инсон, ғами одам.